خواستیم از زحمات اساتید گرامی مخصوصاً استاد هدایت تقدیر و سپاسگزاری را داشته باشیم با اهدای جوایز ناچیزی به خاطر که وقت کم است. من از اساتید گرامی الحاج استاد محقق، استاد هدایت و استاد شریفی دعوت میکنم که در جایگاه تشریف آوردن و جوایزی که در نظر گرفته این را تحویل بگیرند. این جوایز از طرف مجتمع علمی فرهنگی UIP در نظر گرفته شده است. تشریف آوری استادان گرامی را در جایگاه با صلوات همراهی نمایید. و همچنان و پاس زحمات و تلاش‌های شاگردان محبوب استاد هدایت همچنان جوایز در نظر گرفته شده است. گرچند همه‌شان مستحق جایزه هستند ولی متاسفانه تعداد جوایزی که ما امروز در نظر گرفته محدود هست. فقط برای آن عزیزانی که امروز در برنامه اجرایی داشتند جوایز در نظر گرفته شده است. بعد از اهدای جوایز اساتید گرامی، جوایز شاگردان محبوب آقای هدایت که همیشه در برنامه‌ها سهم می‌گیرند اهدا خواهد شد. اضافه امروزی دعوت می‌کنیم تا در جایگاه تشریف بیارند و جوایز اساتید گرامی را تحویل دهند. عزیز و گرامی، من باید به نوبه خود همین روز ولادت پیامبر عزیز اسلام و حضرت امام صادق علیه السلام به حضور شما و به حضرت و حضور آقا حجت ابن حسن علیه السلام تبریک عرض کنم و از همه شما سپاسگزاری را دارم که تشریف آوردین، از همه استادای عزیز، از همه خواهران و برادران گرامی. حالا عرض کنم خدمت شما استادای عزیز اگر چه انتظار زیاد اینجا استاد نمانیم. استاد عزیز گرامی استاد محقق الحاج محقق شاهد از این چه جلسه های ما قبلا بودن ایشان و ما تنستیم و پاس این زحمات اونمون فعالیت های فکری و علمی که دارن و ما هم بتونیم به اندازه توان از این بزرگای خود بسیار از یک تقدیر دوستان گرامی جایش خالی بود. چند سال پیش ما یک لوحی تقدیر برای استاد عزیز آماده کنیم تشریف بود. اما عرض کنم خدمت شما و مرقم جناب استاد شریفی که همین رقم فعالیت فرهنگی در جامعه دارد و همین رقم جناب استاد هدایت که مدتی حالا 18 سال یا 20 سال کمتر بیشتری وظیفه اجرا میکنن. بنابراین بچه‌ها صلاح دیدن که از همین بزرگای رو بین تقدیر کنید و ما هم قبول کردیم، گفتم خوب است و هم عرض کنم خدمت شما که برای استاد عزیز، برای این زحمات استاد گرامی که برنامه مکتب بسیار منظم پیش بردن تا به آن واقعا سپاسگزاریشان داریم، هم بخش مقدماتی را در عین حال اینمی مناسبت‌ها را بسیار جدی برگزار کردن. تصمیم گرفتیم برای استاد عزیز یک لوح تقدیر آماده کنیم و برای استادای گرامی هم باقی جوایزی که در نظر گرفتن. ان شاء الله پیروز موفق باشیم. بر محمد و آلش صلوات بفرستید. خیلی ممنون باشید. لازم نبوده با این دنیا خیلی ممنون. تشکر. سلامت باشید. خیلی ممنون. برای استادای عزیز تبریک عرض میکنیم و آرزوی پیروزی برای تک تکشون داریم. موفق و پیروز باشند استادای عزیز.
شاگردان عزیز اتاق هدایت همه از کارمندان و برادران که امروز برنامه اجرا کردن شما میتونید از جایگاه تشریف بیارید جایزه در نظریتون تمویل بگیرید و با طوری که وزن هست کمی عجلت لطفا عکس بگیرید اینجا خواهرای گرامی که در بیرون رفتن لطفاً داخل تشریف دارید جواب شما تنبیه بگیرید اساتید گرامی و شاگردان عزیز طلبه‌های موفقیت رو خدمت شما تبریک می‌گویم. امیدوارم که